Misali 79 3 لوگاریتم داشته جمعشون برابر 11 اساس ها همشون هر خیلی لیکی درجه دیگر است. یعنی ما این رو همه اساس رو 3 کردیم میتونم سه لوگاریتم اسم میبریم کدام اگر ما لوگاریتم a درجه x b باشه ما این رو 1 تقسیم x لوگاریتم a b نوشته درجه b نه همین نوشته میتونیم و این رو باز لوگاریتم a b درجه 1 تقسیم x نوشته میتونم و بیا این رو پیوست کنم همین خود رو استفاده برده 79 کار کرده میتونیم و این میشود لوگاریتم اساس x جمع 9 رو ما 3 کвадрат نمیشونم و درجه 1 تقسیم 2 لوگاریتم 3x میشود جمع 27 رو 1 تقسیم 3 لوگاریتم 3x نمیشه میتونم برابر 11 اکنون درجه رو و x بگیرم 3x جمع لوگاریتم 3x 1 تقسیم 2 جمع لوگاریتم 3x 1 تقسیم 3 برابر 11 من این لوگاریتم رو پیوست کرده میتونم و بین عدد برج ضرب میشد 1 تقسیم 2 1 تقسیم 3 برابر 11 و این چی میشود با درجه گردونم و در قوس درجه رو جمع میکنیم x 1 جمع 1 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 3 برابر است 3 درجه 11 و از اینجا اگر ما این رو پیوست کنم x در درجه مخرج میشون 6 9 9 11 تقسیم 6 برابر 3 درجه 11 3 در درجه 11 x رو باید ببینیم من این رو ریخه نمیشه میتونم x درجه 11 در ریشه 6 برابر 3 درجه 11 و برای این رو کار کردن چکار کرده میتونیم برای فهم شدن مثلا درجه 6 کنم x درجه 11 برابر 3 در درجه 66 یعنی که من ریخه نمیشه میتونم 3x در درجه یعنی ریشه 366 ریشه 11 باید گیرم و این رو ما میدونیم که x برابر 66 تقسیم 11 میشه یعنی 3 در درجه 6 3 درجه 6 رو باید حساب کنیم 3 درجه این چند است 27 ضرب 27 ببینیم که 81 ضرب 9 729 میشه یعنی جواب ما 729